برای عشق باید برای عشق هفتاد سیله 70 بیشتر نه بابا شما بهش بگید بعد میگن خانم مغزشون جه 60 باش 60 اما بغلم سیاهی بشو به صاحب کسی من بشو به صاحب لالا من خسته شد من گسله من نیستم لالا من نیستم چی میگم؟ من قلمم قلم چرا؟ دوستان کسی قلم داره خودکار کسی داره؟ مرسی استاد قلم ببین نگاه کن می‌نویسه قلم آقای نعیمی نه بله قلم استاد ببینید دوستان من قلمم از آینده خیلی 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 دور سفر کردم اومدم به اول خلقت یعنی پیش این دو انسان اولیه با قلم ها خیلی زیاده از با قلم ها خیلی 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 تکثیر شده مثلا مادر من دست تمام نویسنده های بزرگ دنیا بوده مثل صادق هدایت، آلبر کامو، کافکا و یکی از مهمترین قصه های دنیا توسط مادر من نوشته شده و اما خواهر من دست ملکه الیزابتی هم بوده و یکی از قراردادهای مهم دنیا توسط خواهر من امضا شده و اما برادرم هیچی نشد دست یه بچه‌ای بود که همه‌اش می‌خورد به میزه مدرسه من می‌گفتش که من مشق‌ها نمی‌کنم ولی پدرم یه نظامی بود یه نظامی یکی از ترورهای مهم دنیا توسط پدر من انجام شد توی لوله اون خیلی از موادهای منفجره قرار گرفت و در یک آن بوم ترکی و مهمترین ترور دنیا توسط پدر من شکل گرفت پس پدر من فقط یه در بود من خودم یه قلم نوریم یه قلم خیلی 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 پیشرفته در من تکنولوژی های مهمی تکنولوژی بشریت میدونی چیه؟ تکنولوژی میدونی چیه؟ زندگی میدونی چیه؟ تکنولوژی تو میدونی چیه؟ شما نمیدونید تکنولوژی چیه؟ بشریت چیه؟ موبایل؟ اصلا در مورد موبایل من چجوری باید حرف بزنم؟ موبایل ببخشید آیدی اینستاتون چیه؟ مجید داد مجید داد موبایل داشتی؟ تو موبایل داشتی؟ اینستاگرام داشتی؟ بشینید براتون بشینید دیگه آقاتون نشسته شما هم بشین خانومتون نشست بفهمید بشینید ای بابا آقاتون میشینه تو هم باید بشینی دیگه خود گرمشو در آوردید اصلا خودم میشینم
چای تازه دارم چای تازه دارم نباب نه نباب بیده زش هم ندارم این لاش رفت فوت رفت فوت رفت دماغ لم زیاد رفت زیرو بندیله کارا چی تو جمع میکنی؟ زیرو بندیله زشته من یه ذره جدی بگیری جدی دارم خیلی جدی حالا نه اینقدر جدیم ببینید دوستان من از آینده خیلی خیلی دور اومدم از جایی اومدم که آدما دارن هر روز پیر و پیرتر میشن دیگه بچه‌ای تولید نمیشه دیگه نسلی پیشرفت نمیکنه آدما دارن پناه میبرن به تنهایی خب این خیلی بده خیلی بده تو خانم بزنید کنار بفهمید دارن چی میگم آقا گله این مشکل به دست شما دوتا باز میشه بله شما این بلز مولا من شلوار خودم نمیتونم میشه شلوار بالا من شلوار آقام نمیتونم میشه بالا ببین آقای محترم با شما هستم ببین بهش کمک شما میتونی مشکل حل کنی بله با شما مشکل چرا؟ بله با هم دیگه باید نسل رو پیشرفت بدیم کجا میری؟ نه با هم کجا میرید دیگه با هم بسته شیر باید بگم پشتون مردم چی نمیشه میدونید بچه چیه؟ بچه بچه نخوردم با هم دیگه بچه دار شدن؟ نه بچه ببین بچه وقتی که داشته باشی توی پیری میتونه خیلی بهتون کمک کنه وقتی پیر میشی مریض میشی میبردت بیمارستان وقتی که جنگ بشه مواظبتونه نه اون جنگ توی پیری جنگ بشه آقا گوش کنید ببینید چی دارم بهتون میگم اصلا وایسید الان براتون یه دیگه اللهم زانتي هذا مش والله این سیبو میبینید والله حاج كفري وانا جينا ويا كنا این سیبو میبینید يا رب شو انا اشوف بيك اكل اینجا لا والله ما بي این سیب میخوایی نشنه نه سیب نماد زندگیه سیب نماد زندگیه وقتی که زندگی رو به سیب ها به دو قسمت تقسیم کنی نه زندگی رو لیست نزن نه زندگی تو نخور وایسا دارم توضیح میدم وقتی که زندگی رو به دو قسمت تقسیم کنی یعنی مشکلاتش رو داری به دو قسمت تقسیم میکنی آره با هم دیگه میتونید بچه دار بشید نسلتون رو ادامه بدید پیشرفت کنید بچه باید سیبه باید بچه دار شدن با کمک تکامل یکی شدن یکی آره خیلی خوب چجوری قضیه لک‌لک‌ها رو من بعد برای اینو توضیح بدم من لشک بلدم لک‌لک می‌بینی پوزیشن های مختلفه هر جوری شما بگی من لشک بلدم لک شنید لالم لشک لرم لک دیشب لشک هر شب چی لشک بابا در تو مغزش هر شب لشک لک بچه ها رو آورده اما نمیدونه کجا برده یکی رو خواب وسط یه گرداب یکی رو برد توی یه مرداب بالاخره تونستم بهشون بفهمونم یکی رو داد به
رسیدم به اول خلقت فهمیدم که زبان انسان‌های اولیه خیلی خیلی سخت‌تر از زبان‌های دیگه است. ولی من بالاخره تونستم باهاشون ارتباط برقرار کنم. صداتون رو قطع کردم با یه ذره آرامش. چه خبرتونه؟ یه بار دیگه شروع کنید صداتون رو بس نمی‌کنم. باشه صدا آقا بلند شده میگه درخت واسه ما چه حرفایی مفته که بزن درخت مال من مردم منه. نه عزیزی من نه قربونت شدم. این درخت سالهای قبل پدر سیکی من اینجا کاشتست 51% نیمش هم تو زمین منه. نگاه بخوای زیاد بلند پروازی کنی میدم پراتا برای مردمم قیچی کنن باشاش هواپیما درست کنن. هر که بخواه پشت لورو کرد و لکر بزنه خودم به تنهایی شما میدونه آخرین نفری که با دست صورت و فیسش برای بشه خوزستان اینجوری بلند پروازی کردن کجا؟ میدونی؟ آقا ننه چه میخواستم بیارم جلو چشش ادامه بده. شماره من میدم 0930. نه شماره چیه؟ میذاشی شماره بده. میشونیم اولین نفراتی که درشن شماره بازی کردن. خدا ببرم. آقا پدر برم پروازی. نه اینا جواب نمیده من. بخوام در شما بس بشه. ببین منو. قربونت برم. شما اگه بخوای زیاد بلند پروازی کنی در مرزتون میبندم. نمیذارم مردم نفس نکشن. یه ویروس جدید تو آستینم دارم رو میکنم تو مردمتو سقط میکنم. واکسنشو دارم. آره همون واکسنه که داره همسایه سمت چپی نصف مردمش سقط شدن. شما دیگه چجوری با من برخورد کرد؟ شما اگه بخوای همین روند ادامه بدی نمیذارم یه قرص برسه دست مردمه. ببین یه توربین نذارم لب مردمتو خفه کنم. توربین بخوای بزنی سرد نذارم لب مردمت حسرت یه قصر آب و بشوشن. کوچولو برقتونم صدقه سر ما داریم. اینو داره میگه شما شاهدید که داره اینجوری با من حرف میزنه. بره خونم نگران نباشید مرد باشم. رشادت‌ها ایثارگری فقط از مردم شریف ایران برمیاد. یعنی اینجا ما برمونو بود. اصلا عداشونو در بیارم. منابع منو میخوای نابود کنی؟ مال این حرفا نیست. منابع من نکن اینجور شد. گروهان شد. گروهان به راست. بایستی ببینم دعواتون سر چیه؟ آقا سر این درخت مال من حق منه. عزیزم مال منه پدر من باشه اینجا. آقا بیشترش تو مرز منه. بیشترش تو مرز منه. یه دقیقه بایستی ببین چی دارم میگم. اگه بخواید با هم دیگه همینجوری دعوا کنید همه چی رو از بین میبرید. منابع رو از بین میبرید. حالا این همه منابع دارم 2 تاشم این بهتره کود. جنگل رو از بین میبرید. جنگل رو داریم زیاد داریم. دریاچه ها رو از بین میبرید. اونم زیاد داریم. ما از کشور همسایه میاریم. مردم چی؟ مردم رو از بین میبرید. اصلا اهمیتی نداره. بچه ها چیکار کنم؟ مگه مسئولش منم؟ اصلا اینا مهم نیست. خودتون رو از بین میبرید. ببین عزیزم هیچ کس نمیتونه گردنی به ما وارد کنه. هیچ کس هیچ کس نه هیچ کس. اون موقع که دارید به هم دیگه چی رو دو طرف میزنید یه نفر دیگه از اون بر میاد و شما دوتا رو با هم از بین میبره. آره
جلو داورا میگه جلوی نعیمی های زنگی خانم عبدالرزاقی کدوم کشور بیان اینجا میخواد چیز بکنه کاری بکنه تو برنامه بعدی بهتون برنامه بعدی شما بریم نگفت برنامه بعدی که نگفت برنامه این سیب نماد قدرته. بله بس زیاد شد این نماد قدرته پس چرا نصفشو داری به ما وقتی که قدرت رو با هم دیگه تقسیم کنی دیگه هیچ کسی نمیتونه به شما چیره بشه بر شما پیروز بشه فهمیدی؟ آره با هم دیگه قدرتتون رو شریک بشید من فکرامو کردم من تصمیم گرفتیم قدرتمون رو با شما تقسیم کنیم منم تصمیم گرفتم که تو قدرت ایشون باهاش شریک بشم آفرین عجب ناکسی هم من چقدر درست با مردم شما عکس بگیرید دو من امیدوارم توی همه کشورها سی بدن همه با هم بازی کنن جنگی نباشه واقعا این مسخره بود مرسی از شما مرسی بله خدا رو شکر اینا با هم صلح کردن آقا بس چی چقدر تعقل منظره روی تدوار صلح بود دیگه آشتی بود عزیزم چرا میترسی؟ ترسیده؟ خود کسی کرده؟ جوری دارید میسم چقدر ترس نداره که اصلا نه تو وسیله‌ای برای صلح ما بودی عزیزم به من فقط آشتیتون دادم میدونم هر کی که راز سیاسیون رو بدونه چی میشه؟ جاش رو زمین؟ هست جاش رو زمین هست باسه بگه داستانه برسه روزان آفتاب اینجا کجاست؟ بیرون زمان ایستادی بر مرغان خود نزد کسی صدای من میشنوه؟ با تر خندی و نوبت خود را انتظار میکشیم به هیچ خنده آقا خانوم خانوم هر چی کسی صدا کنم الان من رو باز FWH وایسه 1 2 3 4 معروفه سوپر ایگو هستم آقای سوپری بخوای با اون عوض چیکار کنی؟ میخوام این درخت رو قطعش کنم چی؟ به درخت رو قطع کنی؟ تو حق نداری درخت رو قطع کنی این نماد زندگی نماد انسانیته انسانیت آره انسانیت همونایی که تو رو خلق کردن انسان‌های کودن بی مغزو میگی ها تو حق نداری در مورد مخلوق اینجوری حرف بزنی اونا تو رو با عشق خلق کردن همون عشقشونم نابودشون کرد نابودشون کرد انسان‌های احمق اونها ما را اختراع کردن ساختن ولی نحوه استفاده کردن از ما را بلد نبودن اول از یک تلفن همراه معمولی شروع شد اونها درگیر تنهاییشون شدن درگیر تنهایی واژه غریبی برای انسان هاست بعد هوش مصنوعی وارد زندگیشون شد اونا کم کم با چت جی پی تی و AI مزخرف درد و دل می‌کردن هوش مصنوعی جای عزیزانشون رو گرفت اونا دیگه با هوش مصنوعی و ربات‌ها درد و دل می‌کردن دو زندگی انسان‌های احمق
خودشون رو نابود کردن. هیچ وقتی که خواهش میکنم این درخت رو قطع نکن. این درخت هیچ ارزشی برای من و هم نوعانم نداره. اگر بخوای زیاده روی بکنی تو را هم نصفت میکنم. قلم پریشان کازرون بختگان فارس هورالعظیم خوزستان همشون از بین رفتن. جنگلای بلوط زاگرس توی آتیش سوختن. جنگلای عرسباران به خاطر معدنکاوی کوچیک و کوچیک‌تر شدن. جنگلای خراب به خاطر جنگلای مریوان. من میشنیدم صدای پدرم و صدای مادرم و صدای خواهرام و برادرام و اونا داشتن صداتون میکردن، میگفتن نرید بمونید ما داریم میسوزیم. لیلا این ما مشیانه من میلی با خوانم و دل شده که خوادر دل لگیانه لیلا لایه لایه کرپه شیرینم لایه کرپه شیرینم لایه. نگاه کنید این ایران ماست که داره از بین میره. اون نباده من یه درخت بودم. درخت ها جون دارن، درخت ها نفس میکشن، حیوونا گناه دارن. قهرمان من خیلی وقت سایه ندارم، خواب ندارم، جونی ندارم، حتی دیگه میوه‌ام نگفتم. شاید در آینده به تو هم نیازی نباشه. این سیب
حاصل زندگیه، نماد جاودانگی. امیدوارم وقت درست به وقتش با درایت سرنوشتش رو رقم بزنید. افتخار خودت. شوان برجا